سلام سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ با هم دیگه بریم خرید. همین اول کاریم. ازتون یه خواهشی داشتم، لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی خوشحال میشم که از چنل کوچیکم حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم. دیگه یادم رفت تو فروشگاه فیلم بگیرم براتون. خریدامون رو انجام دادیم، برگشتیم خونه. البته یه سری هم رفتیم باغ، یه هم سبزیجات چیدیم. اونجا هم دیگه گوشیم شارژ نداشت، نتونستم فیلم بگیرم براتون. اون ماستو فقط برای ظرفش گرفتم، خیلی خوشگل بود. نودلم برای آران خان. یکم هم سبزیجات و اینا از باغ چیدیم. البته این وسایل یکمش برای باغه که فردا رفتنی میبریم. اینا هم محصولات باغمونه. حالا فردا بهتون نشون میدم. یه جاتون خالی. سبزیجاتو آوردم، خورد کردم، شستم. میخواستیم برای شام عبدو خیار درست کنیم. جاتون خالی که تو گرما حسابی میچسبه. حالا شما بگیم ببینم شما به عبدو خیارتون چی میزنین؟ من خیار و ماست و گل محمدی خشک شده پودرشو میزنم، شیوید، مرزه، کشمش فقط چون من دوست دارم داخلش نمیریزم، فقط برای خودم میریزم چون تو خونه فقط من دوست دارم. بچه ها و همسر جان دوست ندارم. شما بگیم ببینم تو کامنت ها چی میزنی تو شهرتون. تو گرما حسابی میچسبه. جاتون خالی بود. اونم با یخ فراوون که دیگه خیلی عالیه. چی سوء تفاهم نشه یه وقتا نهم باید سود پول بدین اما هفتم براتون اختیاری البته اگه پرداخت نکنی نظر دارم این که همچین کاری کنه نه اگه شرایط مشکلی اون شرایط نیامش کنه چه بازم؟ بودنی که دیگه بعدش هم یه فیلم دیدیم. باید بدی اون پول حق منه. بعدش هم دیگه خوابیدیم و صبح رفتیم باغ. البته صبح که دیگه زور شده بود. سبزیجاتی که کاشتیم و گفتم بهتون نشون بدم، بزرگ شدن. خیلی خوبه که آدم خودش به کار بزرگ بشه، استفاده کنه. خیلی با آدم حس خوبی میده. طعمش هم خیلی فرق میکنه با مال بیرونیا. خیلی تر و خوشمزه و خوبه. گلارم گفتم بهتون نشون بدم. گلای خوشگلمونو اگه یادتون باشه کاشته بودیم، کوچیک بودن، دیگه حسابی بزرگ شدن، رشد کردن. این گلا خیلی دوست دارم، رنگش و اینا رو خیلی خوبه، خیلی خوشگله، بوشم خیلی عالیه. بعدش دیگه خواهرم اینا و مامان اینا اومدن پیشمون. نمیشکی خاله، نفسی خاله. سبزیجاتو از باغ چیدیم دیگه، گفتیم دور هم نشستیم پاک کنیم، پاک شده شو ببریم خونه. خیلی تر و تازه و خوبن، خیلی خوبه. آدم دوست داره بیاد باغ زندگی کنه. بعدش هم یه پیتزای تنوری درست کردیم. جاتون حسابی خالی. پیتزا دیگه خیلی خوشمزه است، اونم تو تنور آماده بشه که دیگه محشر میشه. شما چه طعم پیتزایی دوست دارین؟ گوشت، مرغ،
مخلوط. مال ما که دیگه مخلوط حساب میشد چون همه چی زده بودیم. البته من تندش رو خیلی دوست دارم ولی خب به خاطر بچه ها و اینا تندش نکردیم و از سوسیس معمولی استفاده کردیم. من پپرونی خیلی دوست دارم ولی دیگه چون تند میشه بچه ها نمیتونم بخورم. ولی دیگه یادم رفت تو تنورم فیلم بگیرم براتون. ببخشید. خلاصه اینم آماده شده پیتزا هامون. خیلی خوشمزه شده بود. جاتون خالی. بعدش هم دیگه آتیش درست کردیم که چای آتیشی درست کنیم. همین دیگه. خیلی دوستتون دارم. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. عاشقتونم.